عبدی بگوشم. عبدی موقعیت 0-2. جنگیدن با ستون پنجم مثل بازی شطرنج میمونه. برای هر حرکتی شما باید کلی فکر کنی، فرضیه داشته باشی، پیش بینی کنی، احتمالات رو در نظر بگیری، محاسبه کنی چی میدی چی میگیری. این بازی که شروع شده تهش یا کشته شدنه یا خودکشی با سیانو یا دستگیری بعدم اعدام. تو دانشگاه به زن بهادری بودی واسه خودت؟ نمیبینی ستون پنجمش تو شهرها چه غلطی دارن میکنن؟ دیر به جنبیم سخت میشه. همه توان تو بذار که نباری همه هیچ سوژه تروری ها. برج مراقبت باشون هماهنگه، هر غلطی دلشون میخواد میکنه. قرار نیست کسی از آشنایی من تو خبر داشته باشه. یعنی نفوذی بود. اثبات نفوذی بودن زمان میبره. با همون دیروز شک کرد. میخوان تا آخر همین تابستون کار رو تمام کنن. اگه میشه لیست سرصورت کردن بعدش هم سوزوندنشون. خب بیشرف بیا با من بجنگ. حالیت چی داری میگی؟ گزارش عملیات تروریستی داریم.